اون از SMS های تبلیغاتی که جور دیگه ما رو بدبخت و بیچاره کرده. یکیشون چند روز قبل اومد، خیلی جدید بود ورژنش. دیگر با موهای زائد خود خداحافظی کنیم. انگار ما هر روز به موهای زائدمون میگیم سلام. کی میگه خداحافظی کنی؟ خیلی دلبستگی داریم، مثلا عاشقشونیم، اینا برن ما افسردگی میگیریم. ایران مراحل داره برای آرایشگاه. معمولا بعد از موی بلون نوبت به موی رنگ پرکلاقی. خانم‌ها در جریانن، درسته؟ اول بلوند، بعد پرکلاقی و مرحله سوم میگن موهای خودمون خیلی بهتره. برای یک زن خیلی سخته، برای دختر میره در یک آرایشگاه خیلی خیلی گران قیمت رنگ موی آنچنانی میذاره، میاد تو جمع دوستان و فامیل نگاه میکنن میگن بهت نمیاد. وای شما نمیدونید چه حالی داره. لج میکنه، میری آرایشگاه گران قیمت بیشتر هزینه رنگ خفن‌تر، برمیگرده میگن قبلیه بیشتر بهت میومد. این دیوانه میشه. اینا فقط خانم‌ها درگیر کنن. دست بالا.